سلام دوستان عزیز، امیدوارم که هر جا هستین حالتون عالی باشه. خوش اومدین به یه ویدیو جدید از کانال من. امروز اومدیم با تست و بررسی یک ماشین خاص در یک بازی خاص، بازی نیت فور اسپید موست وانتد 2005، محبوب دلها که هممون باش خاطره داریم اکثرا. و بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. ولی قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم یک عذرخواهی خیلی بزرگ از شما عزیزان داشته باشم به خاطر کیفیت بد صدا، تصویر و یا کیفیت بد خود بازی. اگه موردی است، مشکلی است، واقعا ازتون معذرت میخوام و داخل کامنت ها لطفا حتما بهم بگین تا در ویدیوی بعدی حلشون کنم. و امیدوارم که کنار هم دیگه بتونیم یک کانال خوب بسازیم و مشکلات رو با همدیگه اصلاح کنیم و بریم سراغ ویدیو. امروز اومدیم با تست و بررسی لامبورگینی گالاردو در این بازی که بر حسب ویدیو قبلی که اگه دیده باشین که پیشنهاد میکنم حتما بریم ببینین. این ماشینم از لحاظ 0 تا 100 تست 0 تا 100 تست ترمز 200 از 200 تا 0 کیلومتر بر ساعت اندازه گیری میشه. اندازه گیری که نمی تستش گرفته میشه و تست درایو یا رانندگی و هندلینگ این ماشین و آخرین تستم تست تاپ اسپید هستش که اگه نشد تست تاپ اسپید رو بگیرم واسهتون. اول از همه خیلی معذرت میخوام اگه نشد و واسهتون تستش رو که نشد اگه بگیرم چک میکنم و آخر ویدیو واسهتون مینویسم که تاپ اسپید این ماشین چقدره در این بازی. ویدیو قبلی ویدیو لامبورگینی مورسیلگو بود که حتما پیشنهاد میکنم ببینین و نظراتتون رو راجع بهش بهم بگین. لطفا بچه‌ها کانال رو سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک کنین و حتما نظراتتون رو واسم تو کامنت ها بنویسین چون خیلی مهمه واسم. بدون هیچ معطلی بریم سراغ تست 0 تا 100 این ماشین. 1 2 3. خب تست 0 تا 100 گرفته شد. به دلیل اینکه اینجا دقیق نمیشه بهتون بگم، ثانیه شو واسهتون روی ویدیو میذارم که چند ثانیه شد. حالا تست ترمزم بگیریم براتون که چی منظورم اینه که وقتتون گرفته نشه. بعد از تست ترمز من توضیحاتی راجع به این ماشین و مشخصات فنیش بهتون میگم واسه کسایی که نمیدونن. کسایی که میدونن معذرت میخوام اگه وقتتون گرفته میشه، ولی میگم برای کسایی که اطلاع ندارن از مشخصات این ماشین. اول تست ترمز این ماشین رو بگیریم و بعدش بریم سراغ هندلینگ و رانندگی. این بود تست ترمز از 200 کیلومتر تا 0 کیلومتر بر ساعت. ثانیهش میاد روی ویدیو واسهتون و بریم سراغ تست هندلینگ و رانندگی آزاد. در حین این که من این تستا رو واسهتون میگیرم گفتم مشخصات جزئی از این ماشین رو بهتون میگم تا حوصلتونم سر نره. این ماشین بچه‌ها دارای یک موتور 10 سیلندر پیشرانه 10 سیلندری که 5 لیتر یعنی 5000 سی سی حجم این موتور هست. حجم موتور این ماشین بهتر بگم. و این بنابر تیون و نسخه های ماشین فرق داره. مثلا نسخه تیون شدهش 52 دهم لیتره یعنی 5200 لیتره، ولی خب نسخه فابریک کارخونهش به حساب نسخه دیفالتش فرق داره 5000. و این ماشین حدود 400 تا 500 اسب بخار قدرت تولید میکنه موتورش و حدود 439 متر اگه اشتباه نکنم گشتاورشه نیوتن بر متر. و تاپ اسپید این ماشین اینایی که میگم در واقعیت حدود 309 کیلومتر بر ساعت گرفته شده
در واقعیت. و 4 چرخ محرکه، یعنی 4 ویل درایو، ریر ویل درایو نیست، یعنی عقب نیست، دیفرانسیل عقب نیست. و این که دیگه منم واسه تعجب بود واسم که چرا 4 چرخ محرکه، چون ما بیشتر این کلمه رو برای ماشین‌های آفرودی میشنویم. ولی خب این ماشین چون ماشین مسابقه‌ایه و یه جورایی همون ریسینگ و مسابقه‌ای به حساب میاد، اینجوری ساختنش. و موتورش هم که میدونین دیگه عقبه، چون 99% ماشین‌های شرکت لامبورگینی هستن، مخصوصا اون هایپر کاراش، موتوراش در قسمت پشت ماشین قرار گرفته، نه جلو. کاپوتش انگار عقبه، صندوقش جلوه، اینجوری بهتر بگیم. و دیگه گیربکسش رو میخواستم بهتون بگم، داشت یادم میرفت. گیربکسش 6 سرعته دستیه که یه گیربکس دیگه هم داره، اتومات تک کلاجه، یعنی شما دیگه کلاش نمیگیرید، فقط دنده رو که عوض کنی خود موتور گیربکسش چون اتوماته دیگه، اینا رو میدونید همتون، خودش عوض میشه. و این بود از توضیحات مختصر این ماشین. اگه کم بود ازتون معذرت میخوام، به گلی خودتون و بزرگی خودتون ببخشید. بچه تست هندلینگ و رانندگیش گرفته شد که من از 10 بهش 9 میدم. اگر میبینین تصادف میکنه، اینا تقصیر خودمه. گفتم تو ویدیوی قبلیم، چند بار گفتم ولی بازم میگم، رانندگی من افتضاح بده، وگرنه این ماشینش موردی نداره، ماشیناش موردی نداره، رانندگی من اشکال داره. و تاپ اسپیدش رو اگه بشه بگیرم واسهتون که خوبه، اگه نشم خیلی ازتون عذر میخوام، ولی آخر ویدیو واسهتون تاپ اسپیدش رو میذارم که چند دقیقه شده، ببخشید چند کیلومتر در ساعت میشه. اگه میبینین حرف زدنم مشکل داره توی ویدیو، من هنوز عادت نکردم بچه و بازم ازتون معذرت میخوام. من تست تاپ اسپید رو متاسفانه نمیتونم واسهتون بگیرم، معذرت میخوام، و آخر ویدیو واسهتون میذارم که حد اکثر سرعت این ماشین چقدره. بچه‌ها لطفاً دلی حمایت کنین و کانال رو سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بذارین، حتما نظراتتون رو بهم بگین. حتی اگه بدی کانال هم خواستین بهم بگین، مشکلاتش رو حتما بهم بگین تا من بدونم و رفعشون کنم در ویدیو بعدی. و اینا بچه کارهای کوچیکی هم برای شما، ولی برای من خیلی بزرگن و من باعث میشه که انگیزه بهم داده بشه از طرف شما و یک حمایت قلبی انجام بشه و من انرژی بگیرم و بیام واسه تون ویدیو ضبط کنم. لطفاً خواهش میکنم ازتون سابسکرایب کنین، حتما نظراتتون رو بهم بگین بچه، چون خیلی برام مهمه. شاید برای شما مهم نباشه ولی برای من واقعا یکی از مهمترین چیزا هست. و در آخرم اینو بگم که امیدوارم بتونیم این کانال رو گسترش بدیم و کنار هم دیگه یک کانال خیلی عالی داشته باشیم. گفتم اگه میبینین خیلی تصادف میکنم، اینا مشکل از منه، مشکل از چیزای دیگه نیست مثل الان. خب بچه‌ها ویدیو به پایان رسید. تاپ اسپیدش رو روی صفحه واسه تون میذارم که ببینین تاپ اسپید چقدر بود، چون نشد واسه تون بگیرم. و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.